سلام به یه ویدیو دیگه از کانال سینماتیک خوش اومدین. این بار یه فیلم براتون آوردم که داستان یه پسریه که زمان رو متوقف میکنه و دختره رو. آره دیگه. پس همین الان کانال رو سابسکرایب کن تا فیلم های دیگه رو از دست ندی. این فیلم داستان یه پسری به نام بنه که دانشجوی سال آخر هنره و تا الان هیچ حرکت خاک برسری انجام نداده و پاکه و کلا یه دوست دختر داشته که اونم انقدر باش دوست نبوده که چند وقت بعد همونم باش کات میکنه. از اون وقت به بعد شبا خوابش نمیبره و تا آخر شب میشینه کتاب میخونه و تلویزیون میبینه. چند وقت بعد میره دنبال کار میگرده و از اونجایی که شبا مثل جوق بیداره میره تا توی فروشگاه به عنوان شیفت شب کار کنه. هر جوری هست بن توی فروشگاه به عنوان نظافتچی توی شیفت شب استخدام میشه. باری و مت هم که دو تا از زرنگای فروشگاه توی سبدای دخترای خوشگل یواشکی وسایل مواد خاک برسری میندازن و موقع تصفیه طرف اگه اون محصول با خودش برد، یعنی اون بنده خدا خیلی بنده خوبیه، میرن و مخشو میزنن. بن چند هفته هست که راحت نتونسته بخوابه و چند وقت بعد میفهمه که میتونه زمان رو متوقف کنه. بن که عاشق نقاشی کشیدنه با متوقف کردن زمان لباس دخترها رو در میاره و نقاشیشون رو میکشه. بن از اونجایی که تو بچگی مادر و پدرش براش یه پرستار خوشگل گرفته بودن تا خودشون به کارشون برسن و پرستار هم موقعی پدر مادرش نبودن میرفته حمام و بعدش هم لخت تو خونه راه میرفته، عاشق بدن دخترها شده. چند وقت بعد بن عاشق یکی از دخترای فروشگاه که اسمش شارونه میشه و تصمیم میگیره فردا شب زمان رو متوقف کنه و لباس اونم در بیاره. اما بعدن که داره با باری و مت حرف میزنه متوجه میشه که قرار فردا شب اونا با شارون برن سینما و بعدش هم ببرنش خونه‌شون و ترتیبشو بدن. اون شب توی مسابقه فوتبال بین فروشگاهی باری توپو میزنه به دماغ رئیس فروشگاه و مجبور میشن برن بیمارستان. و از اونجایی که هر شب باری و مت شارون رو میرسوندن خونش، امشب به بن میگن تا این کار رو انجام بده. رئیس فروشگاه چند وقت بعد که تولدشه تصمیم میگیره یه جشن تولد بزرگ بگیره و کلی پول به بن میده تا بره یه رقاص زن خوشگل واسه جشنش پیدا کنه. ساعتی کاری که تمام میشه شارون به بن میگه تا فردا بیاد دنبالش و با هم برن تولد رئیسشون و بعدم یهویی بن رو ماچ میکنه. بعد این ماچ شارون بن بالاخره میتونه بعد چند هفته یه شب راحت بخوابه که نصف شب یه شماره ناشناس بهش زنگ میزنه و میگه من خیلی از نقاشیات خوشم اومده و میخوام یه نمایشگاه نقاشیات درست کنم. بن هم خیلی خوشحال میشه و آدرسشو میگیره تا فردا بره اونجا. توی تولد بن دوست دختر اولشو میبینه که از بن میخواد دوباره برگرده و دوباره با هم دوست بشن، اما بن قبول نمیکنه. شارون هم که اون صحنه رو میبینه دیگه تا چند روز با بن حرف نمیزنه. فرداش بن پا میشه میره به اون آدرس که صاحب اونجا میگه من اصلا به تو زنگ نزدم و کم کم متوجه میشه که اون دوتا ماری و مت بودن که داشتن اسکلش میکردن. اما وقتی واقعا صاحب اونجا نقاشیاشو میبینه واقعا خوشش میاد و تصمیم میگیره یه نمایشگاه خصوصی از کاراش درست کنه. چند وقت بعد موقع افتتاحیه بن یک دعوتنامه واسه شارون میفرسته تا بیاد نمایشگاه. شارون هم قبول میکنه و وقتی میاد کلی نقاشی از خودش میبینه که همه رو بن کشیده و توی نمایشگاهش گذاشته. اونم تصمیم میگیره بن رو ببخشه و دوباره با هم دوست میشن. خب دمتون گرم که تا پایان ویدیو همراه من بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک رو فراموش نکنید، کانال رو هم سابسکرایب کنید تا ویدیوهای دیگه‌مون رو از دست ندید.